الحمد لله وحده و صلات و سلام علی نبی بعده. اما بعد، امروز دویم درسی از سلسله درس‌های توحیدی است که عزیزان به شما بیان میکنم و علما در بیان علم توحید چه سخنهای زیبایی که گفتند و نوشتند خواستم امروز به سمع شما مختصرا برسانم. یکی از علمای برجسته او را امام بزدوی رحمت الله علیه میگویند. ابوالحسن علی بن محمد بزدوی رحمت الله علیه میگویند کتاب دارد به نام کشف الاسرار، شرح اصول بزدویش میگویند در جلد 1 صفحه 17 زیبا میفرماید، میگوید که علم نوعانی، علم دو نوع است. میگوید علم توحید و صفات. یکم علم توحید صفات است که درس من شما هستید و علم شرایع و الاحکام، دیمش علم شرع و احکام که علم فروعات شم میگویند و علم فقه شم میگویند. و اصل فی نوع اول هو تمسک بالکتاب و سنت. میگه اصل در همون علم اولی که علم توحید است، همون علم توحید میگه تمسک کردن، یعنی چنگ زده میشود به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و به کتاب الله متعال. تمسک بالکتاب و سنت یعنی همون علم توحید چنگ زده کرده می شود، یعنی عمل کرده می شود به قرآن عظیم شأن و به سنت پیامبر. و مجانبت الهوا و البدعه، میگه و اجتناب کرده می شود در همین علم توحید، اجتناب کرده می شود چی؟ ای هوا و هوس پرستی و از عملهای بدعت. در همین احکام توحید، در اسماء و صفات الله متعال، از هوا و هوس یعنی که از هر کسی که از پیش خودش هر چیزی گفت در علم توحید او را قبول کرده نمی شود و همچنان از عملهای بدعتی که ضرر به توحید می رسوند ما باید چکو کنیم؟ اجتناب کنیم. و لزوم طریق و سنتی و الجماعتی، میگه لازم است بر ما مسلمان ها چی؟ طریقه اهل سنت و جماعت. همون اهل سنت و جماعت در توحید چی سخنهایی که کردن با ما لازم است که همون راه برای خود چکو کنیم؟ اختیار کنیم. الذي كان عليه الصحابه والتابعون و مضى عليه صالحون، میگه آنچنان راهی که همون اهل سنت و جماعت کدوم راهن؟ راهی که صحابه رضی الله عنه بودن و تابعین بودن. و مضى عليه صالحون و همون راه را پای گرفتن علمای صالحی که در کتاب ها نام های اونها چی شده درک شده. و هو الذی کان علیه ادرکنا مشایخنا، و برمایان میگه رسید است از هم مشایخ ما که مثلا همین راه اهل سنت و جماعت و صحابه و تابعین است که بر ما و شما چکو کگه ای مشایخ ما رسیده. و کان علی ذلك سلفنا اعنی ابی حنیفه و ابو یوسف و محمد و عامت اصحابهم رحمه الله. و می باشند یعنی بر همین عقیده اهل سنت و جماعت می باشند. کی می باشد؟ میگه عقیده اهل سنت و جماعت از همون سلف صالح، یکی از اونها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاگرد ایشان است و امام محمد رحمت الله علیه. این بزرگوارا چی می باشند؟ تابعین می باشند که در عقیده اهل سنت و جماعت چکو کردن؟ کتاب های نوشتن که ما اونها را چکو میکنیم؟ میخونیم. و همچنان درباره توحید که من شما درس امروزه من شما که هست علما بسیار سخنهایی کردن در اهمیت توحید که علما او را چکو کردن به ما و شما بیان کردن. همچنان یکی از علمای من شما در این باره در کتاب اعتصام امام شاطبی رحمت الله علیه است که یکی از علمای برجسته است. این امام شاطبی رحمت الله علیه در جلد 1 صفحه 153 کتاب داره به نام اعتصام للشاطبی است. اون حضرت میفرماید و قال یحیی بن معاذ راضی، این یحیی بن معاذ راضی یکی از علمای اهل حدیث است اگر اشتباه نکنم. اختلاف الناس
كلهم يرجع إلى 3 أصول ولكل واحد منها ضد فمن سقط عنه وقع في ضده توحید و ضده شرک و سنت و ضده بدعه و طاعت و ضده معصیه. بسیار سخن زیبا این بزرگوار میفرماید امام شاطبی، میگوید مردم اختلاف کردن، در اصل میگه 3 چیزی هست که این 3 چیز در مقابل خود 3 چیز داره. یعنی در علم 3 علمی هسته که این 3 علم در مقابل خود یک چیزهایی دارد که اونها چی هستند؟ میگوید که توحید و ضدها شرک. همین توحید ضدش چی هسته؟ شرک هسته. یعنی که امروز اگر من شما توحید نآموزیم، اسماء و صفات الله متعالی نآموزیم، در چی چنگ میزنیم؟ در عمل شرک چنگ میزنیم. امروز معلاسف در جامعه بسیار هست انسان هایی که در عمل های شرک چنگ میزنن، عمل های شرک انجام میدن. به چه خاطر؟ به خاطر که توحید نآموختن. همون را میگه توحید ضده چیه؟ شرک. همین توحید ضد چیه؟ شرک است. و سنت و ضدها بدعه. سنت ضدش چی است؟ بدعت است. بدعت چیزی را میگن که نوپیدا. یعنی یک انسانی هست که انسانایی هستن که میدونن که عمل سنت پیغمبر او را ترک میکنن، یک عمل نوپیدایی را به ضد سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و میکنن. همین انسانی که امروز در جامعه سنت پیغمبر را ترک میکنه، حتما او انسان پیروی چی میشه؟ بدعت میشه. و طاعت و ضدها معصیه. همین طاعت عمل ضدش چی هست؟ گناه هست. یعنی که همین اگر الله گفت نماز بخون، نماز نخوندی، او چی هست؟ گناه هست. یعنی عمل ترک کردی، در گناه چی میشه؟ واقع میشه. این شیخ بزرگوارم بر من شما بیان میکند که اهمیت توحید برای هر یک فرد مسلمان و حتمی و ضروری است که انشاءالله فکر میکنم که هر برادر، هر خواهری که بنده ضعیف درس گوش میکنیم، یک چیز برداشت میکنیم برای خود. کوشش کنیم که در زندگانی از علم توحید، از این صحبت ها بهره ببریم، با اون برادرها و خواهرایی که امروز از علم توحید آگاهی ندارند با اونها برسونیم تا که در راه توحید استوار باشیم. الله متعال همه من شما را تا درس های دیگر نگهبان باشه.